سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب قرار شد که ما 10 نکته رو با هم دیگه بررسی کنیم که با بررسی کردن این 10 نکته به تحلیل بهتری از فیلم دست پیدا کنیم و لذت بیشتری از فیلم دیدن کسب کنیم. اولین نکته نام فیلم. ما باید سعی کنیم نام فیلم رو از ابتدا تا انتها به عنوان یک دال اصلی همراه ببریم و سر هر بزنگاه، سر هر تعلیق، سر هر نقطه عطف و سر هر کشمکشی که توی فیلم اتفاق میفته غافل نشیم از اینکه اسم فیلم چی هست. این به ما کمک میکنه تا در کشاکش بین اینکه اسم فیلم چیه و موقعیت چه چیزی رو داره برای ما تعریف میکنه درگیر یک فهم و یک چالشی برای فهم بشیم. هیچ اسم فیلمی بی دلیل انتخاب نشده. این رو از این جهت به عنوان اولین نکته گفتم که همه ما غالبا یادمون میره که شب گذشته چه فیلمی دیدیم یا اسم فیلم چی بوده.